خانمی که حمل دارد در ماه مبارک رمضان چگونه بتواند که خودش و طفلش به ضعیفی مواجه نشود یا هم امو پروسه تکامل طفل در رحم مادر خراب نشود؟ خانم حامله باید کوشش کند که میوه‌جات و سبزیجات نسبت به دیگر اعضای خانواده زیادتر استفاده کنه. کوشش کند لبنیات مخصوصا شیر اضافه تر استفاده کنه. خرما بیشتر استفاده کنه، مخصوصا خرمای خشک، و آب بیشتر استفاده کنه تا طفل به کمبود آب یا هم امنیوتیک فلوید مواجه نشود، تا از ولادت پیش از وقت جلوگیری شود و یا هم از سقط ناخواسته جلوگیری شود. و موضوع دیگه ای که چای کمتر استفاده شود. چای دو ضرر برای خانم‌های حامله داره. یکی است که تیزاب معده را زیاد میکنه، دومی است که جذب از روده کم میشه، یعنی هم مادر هم طفل به کمبود انرژی مواجه میشه. مرچ، مساله، سرخکدگی، چکنی، اچار، این چیزا باید کمتر استفاده شود، چرا که تیزابیت معده زیاد میشه و دلبدی و استفراغات بار میره. و خانمی که حمل داره و ضعیف است، خطر برای طفلش است، خطر برای مادر است. شما پیش دکتر خود مراجعه کنین و دین مبین اسلام برای دکتر این صلاحیت داده که بگوید که شخص توانمندی و طاقت پذیری داره روزه بگیره یا نه. اگر روزه گرفتن برش مشکل بود، دشوار بود، خطر برای طفل بود، خطر برای مادر بود، پس میتواند روزه بخوره و قضای زور ادا بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.